خب از اسکله کاشقوجو بلیط‌ها رو اینا رو گرفتم و اینکه تقریبا چند دقیقه طول میکشه تا مدارک و اینا رو چک بکنن. بعد از اونم میایم وارد این فری بوت ها میشیم که کشتی های بزرگه. اینجا دو مدل کشتی داره، یکیش کشتی های سری و سیره که تقریبا 2 ساعت و ربع شما میرسیم به قبرس شمالی و یکی دیگه کشتی هایی هست که تقریبا 7 ساعت طول میکشه، امکاناتش کمتره و اینقدر خنک و خوب نیست ولی یه کمی هم هزینهش تقریبا این فری بوتی که حالا من گرفتم کشتیه تقریبا رفت و برگشتش $100 شد، ولی اون یکی ها که برای 7 ساعت طول میکشه اونایی که 7 ساعت طول میکشه هزینه‌ش هم ارزون تره، تقریبا 2 ساعت و ربع از مسیر دریا هست. اگر که بخواید بیاین واسه قبرس میتونین از شهر آدانا یا از همون استانبول هم میتونین با هواپیما بیاین که تقریبا هزینه‌اش با کشتی یکی میشه، ولی چون من این سفری که الان دارم سفرم از جنوب ترکیه شروع کردم دیگه توی مسیرم باید از این شهر و از مسیر کشتی میومدم و اینکه دوست داشتم تجربه خیلی جدیدیه و مسیر دریاییش رو بدونم چطوری. امکاناتش خیلی خوبه، قبل از اینکه بیاین اونجا یه کافه و رستوران و اینا داره، جا واسه استراحت و نشستن داره و خود کشتی هم که خیلی خنک و خوبه با اینکه هوای بیرون خیلی گرمه و واقعا عرق میکنی، کل بدنم سوخته به خاطر آفتاب و هرچند این چند روزه ضد آفتاب زدم و اینا خیلی تاثیر آنچنانی نداشت. منتها داخل کشتی هواش خوبه. 2 ساعت و ربع دیگه میرسیم. الان یکم دیگه حرکت بکنه سعی میکنم که بریم بیرونم بهتون نشون بدم که چطوریه. اینم که این طرفه. برای اینجا من از شهر بقیه توضیحاتش حالا بعدا مثلتون میگم، ولی مسیرم از شهر مرسین شروع شده بود که توی قسمت‌های بعدی بلاگ اونا رو کامل واسهتون توضیح میدم که اگر میخواین بیاید قبرس کلاً چه مدارکی لازم داره و چه مسیرایی باید بریم و هزینه هاشون مثلا به چه صورت میشه. همه اینا رو قسمت واسهتون توضیح میدم. تا اینجاش که خیلی خوب بوده. تنها چیزی که اذیت کننده هست اینه که الان توی فصل تابستون خیلی هوای بیرون گرمه و سردیه و خب این طبیعیه به خاطر اقیانوس که هست. بعد مرحله به مرحله ببینیم که چطوریه و قبرس برامون چی داره. اینجا هم تشریحی که داخل کشتی هم همچون چینی نوشتم اسم کاغذی گله. اینجا اتاق خیلی کوچیکه.
بالاخره بعد از 2 ساعت رو که با این کشتی‌های سری سر که بهش میگن اتوبوس دریایی رسیدم به قبرس. منتها اینجا خیلی هوا گرمه و تا میرسی مثل همه جاهایی که موهام چطوری شده، مثل همه جاهایی که تا فرودگاه یا مثلا ترمینال اصلی میرسی یه قیمت‌های خیلی فضایی میگن برای تاکسی که فقط از داخل اونجا از داخل ترمینال بخواد بیاره تا این هتلی که میخوام بمونم $100 پول میخواد فقط برای پول تاکسی. حالا کاری که من کردم اینه که وسایلم برداشتم یه ذره پیاده روی کردم، بین راه هم شانس آوردم یه خانومی بود که 2 تا خانوم بودن سوارم کردن که تا نصف مسیر آوردم. بعد اینجا میخوام با مینیبوسا برم. مینیبوسا قیمتش خیلی خیلی کمتره، بازم وقتی که رسیدم بهتون میگم که دقیقاً هزینه‌اش چقدر میشه، ولی اینجا تاکسی هزینه‌اش خیلی گرونه. تاکسی هزینه‌اش خیلی گرونه و تمام تاکسی‌هاش هم بنزای آخرین سیستم هستن و خیلی خنده‌داره واسه آدم مثلا که ماشینایی که جاهای دیگه خیلی لوکس حساب میشه اینجا همش تاکسیه و دیگه تا پیاده میشه همه رنج روور و پورش و خلاصه اینکه فضای قبرس کلا فضای خیلی اروپایی و خیلی خاصیه، کاملا میتونم بگم با خود فضای خود ترکیه فرق میکنه، یه جورایی یه کمی شبیه گرجستانه ولی الان هوا به شدت گرمه، فقط دارم عرق میریزم. اصلا وضعیت هم یه جوریه که دیگه خیلی افتضاح اصلا نرسیدم که میخوام یه کرم چیزی بزنم. حالا از اینجا نمیدونم، فکر میکنم شاید 1 ساعت 2 ساعت حداقل با مینیبوسا که مینیبوسای شهری شاید تو راه باشم که برسم به اونجا. اول بسم الله قبرس یه ذره برامون تنازی کردیم برای ماها که درآمدمون به ریاله کمی زیاده و کمی عجیب غریب به نظر میرسه، ولی چیزی که هست اینجا از ملیت‌های مختلف میبینی. خیلی آفریقایی من دیدم اینجا، خیلی روز اوکراینی و اینا خیلی زیاده و امروز 2-3 ساعت دیگه برسم به جایی که قرار بمونم، یکم استراحت بکنم و بعدش شروع بکنم که برم جاهای مختلفشو ببینم و بلاگ درست بکنم. این چطوریه؟ گرما تا اینجا علاوه بر این که هزینه‌اش خیلی gerilimtər از اون چیزی بود که فکر کردم، گرمای همه خیلی اذیت کننده است. Bilebiliyorum. Abi senin ismin ne? Bülent. Bülent Bey. Evet. Bülent Bey şimdi Kıbrıs'ta taksici. Şimdi siz bana da rehberlik eder misiniz? Yani kaç yıldır Kıbrıs'ta yaşıyorsun? 33. 33 yıl. Aslan nereli? Adanalıyım. Adana. Biliyor musun Adana'yı? Adana'ya Kebabı gittim. güzel. Evet, Adana kebap. Ekim. Burada zaten Nisan güzel. Mayıs'ın ortasına kadar, Haziran'da sıcak başlar. Ama bu kadar değildi tabii. Şu anda 30 derece. O tarafa gideceğiz. Orada biraz daha sıcak olur yolda. Sonra sıcak düşer. Deniz orada çok güzel. Mapusa'da deniz çok güzel. Mapusa'da? Oranın denizi çok güzel. İskeleli. قبرس هستیم و این آقایی که هستن راننده تاکسی هم اینجا هم تاکسیاشون رو بهتون گفتم، تاکسیاشون همشون مرسدس بنز، اسمشون هم بلنده، توی اینجا زندگی میکنن و جالب اینجاست که فکر میکنم یه چند کلمه هم فارسی بلده. بلند abi sen Farsça bir şey biliyor musun? Ne kadar biliyor musun onu söyle. Şarkı söyleyeyim mi? Şarkı o kadar mı yani? Farsça iyi. سلام خوبی، سلام خوبی anladık, biliyorsun. خلاصه که دنیا خیلی کوچیکه. دنیا خیلی کوچیکه. با ایشون هم دارم صحبت میکنم. ایشون هم گفتش که منم 25م این ماه میخوام برم اصفهان. Burası Kıbrıs'ın savaştan önce Türklerin kullandığı yol. Burası. Şu karşıda görünen dağ da bütün burası. Dağların adı meşhur 5 parmak dağlar. 5 parmak dağlar. 5 parmak. Şimdi en yukarıya çıkınca senin için orada duracağım. Sana şarkı söyleyeceğim. Senin için orada duracağım. Şey var orada. Kıbrıs'ın
yarısı Lefkoşa, yarısı bu taraf ya. Aha. Aslında normalde eskiden öbür taraf beyazdı. Beyaz ışıklar vardı. Evet. Bizimkiler kırmızı. Herhangi bir savaşta, savaş durumunda Evet. hani biz uçaklarımız görsün diye, ama şimdi karışık oldu. Şimdi inşallah hava şeyse, nemsizse çok güzel göreceğiz orayı.